قدرمن دوستانو، تاسو به خبر وئ چې د افغانستان ملي تلویزیون او د بزکشۍ د فدراسیون په نوښت د بزکشۍ لیګ په کابل کې پایل شوی دی چې داسې ویل کېږي چې نن یا سبا به آخره ورځ وي. نو دغه لیګ دوستانو تاسو د افغانستان ملي تلویزیون همدارنګه ملي سپورټس څخه هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. همدا اوس هلته زموږ د خپرونې ګزارشګر ښاغلی عیسی محمد قلمیار ولاړ دی او موږ ته به د دغې لیګ وروستي جزیات راکوي. قلمیار صاحب سلامونه مې ومنه او سهار مو بخیر. تاسې او د ټولو هیوادوالو د سهار نیکمرغه وي. تمه دا لرم چې نننی باراني سهار به مو په خیر پیل کړی وي. ډېره مننه قلمیار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایم. خدای وکړي چې تاسو هم ښکلی سهار پیل کړی وي او لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه تاسو د بزکشۍ میدان ته تللي، هیوادوالو ته به وروستي جزیات ورکوئ چې د بزکشۍ په میدان کې څه کیسې دي، څومره لوبې پاتې دي، څه وخت به خیره فاینل ته رسیږي او د لوبې به څه وخت خلاصیږي. بلې کمال صاحب، ستاسې د خبرو په تایید سره چې سږ کال یعنې شپږم پړاو د بزکشۍ سیالۍ په مرکز کابل کې د امن په فضا کې ترسره شوې چې ګڼو ولایتونو ګډون پکښې کړی و. نن یې وروستۍ پایلوبه ده. ما وغوښتل چې د پایلوبې په اړه باندې یا په ټوله کې د دغې لیګ د سږ کال وضعیت په اړه باندې له دوستانو سره خبرې وکړم او هغه میلمانه چې کابل ته راغلي وو د لې د کابلیانو میلمانه ولو څو ورځې د هغوی حال احوال هم واخلو. نو په دې اړه باندې د لې یمه د دوستانو سره هغه کیمپ کې چې د لې دوی شپې کوي او اسان ساتي، زه هغه ځای ته نن راغلم ځکه چې یوه خاص آمادګي هم روانه ده د بزکشۍ په میدان کې تر څو مسؤلین هم راسي. او جالبه دا ده چې ډېر ښه مشران مې ولیدلو، ډېر ښه موټرسایکلان اوسي. نن به جایزې ورکولې کېږي، هغه څوک چې اول مقام وګټي، هغه څوک چې دوم و درېیم مقام وګټي. نو تاسې ملتیا را سره وکړئ چې دغه وروستۍ خبرې هم تاسې او دوستانو سره شریکې کړو د بزکشۍ په اړه باندې. مهرباني قلمیار صاحب، ستاسو د ښکلي رپورټ په تمه یو. مهرباني. هیوادوالو ملتیا را سره وکړي. دغلته دوستان خو ماشاءالله ډېر دي. زه به په ټوله کې دوی ته ټول ته ستړي مه سئ وایم. ټوله ستړي مه سئ. صبحتان بخیر، خدا کنه صحت داشته باشه. بیادر صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر. خوب باشه. تشکر، زنده باشین. بخیر سلامت باشه. ماشاءالله شما خود زیاد نپارای استاد هستی. همینطور همین مندن باشه ما قبول کنی. اگه برای دوستا خودت اول معرفی کنی خوبتر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت کسایی که ما را از تلویزیون شما میبینه. امید تاشقربانی هستم، مسئول نشرات فدراسیون بزکشی افغانستان. بسیار عالی، بسیار خیر. نفر مسئول اول هم یافتم دیگه. بله. درباره بزکشی یا لیگ ششم امسال برای دوستا اگر کمی معلومات بدید که چطور گذشت، روز اخیرشان است و دوستا خبرشون خوبتر از دوستا رو که در جریان نبودن. تشکر، سلامت باشین. لیگ ششم بزکشی از 2 ماه قبل ترتیباتش گرفته شده بود. میدان معیاری آماده نبود. میدان تیم کاری فدراسیون حاجی صاحب سرور جلال دیگه زیاد زحمت کشیدن، آماده کردن. بالاخره بزکشی ما از 1 هفته قبل شروع شد و امروز نهایتا به فاینال رقابت ها رسیدیم. چند ولایت یا چند تیم اشتراک کرده بود در این بزکشی؟ 11 تیم اشتراک کرده و ضمن از مسابقات نیزه بازی هم داشتیم که 5 ولایت نیزه بازی هم اشتراک کرده بود. باز برای امروز کدام ولایت رسید که دیگه نفرا خدافیزی کرده کتیتان کتی میدان بزکشی؟ کدام تیم مونده برای امروز فکر میکنه که روز اخیرشان است دیگه؟ بله، روز اخیر است. امروز ولایت بدخشان همراه جوانان فاریاب به خاطر مقام سومی رقابت میکنه و ولایت سرپول همراه یما پترول در فاینال. ولی ما قسمی که آوازه ها است و از صفحه رسمی خود ریاست بزکشی سرپول شنیدیم. اونا گفتن که ما حاضر به بازی نمیشه. یعنی چند 3 تیم مونده؟ 3 تیم مونده. بله، ولی افغانستان در عموم منتظر یعنی 2 تیم بود، چون 2 تیم سرپول یا پترول بسیار سرمایه گذاری عظیمی را انجام داده بود. ما مسئول نشرات فدراسیون هستم. از ولایت بدخشان گرفته تا فاریاب میرم در بزکشی ها. در بزکشی اگر داریم ما میگیم لاف بزکشی. در هر میمخانه می 6 تیم یعنی لاف می 2 ولایت بود. ولی که سرپول حاضر نشوه غیر عادلانه است، غیر منصفانه است. یک جوان مردانه نمیبینیم ما. خدا کنه که اینمی 3 تیم که مانده اینی هم به طب خوش دیگه که بین خود رقابت کنه دیگه. این خود میدان است. اما شما اینمی مطل داره میگم که چی است میدان؟ گاز این میدان. کسی که دلشان هست بیاید، دلش که نیست دیگه خداحافظی دیگه مهم است. بله والا حالا خدا این مرحله که رسید خوب نیست که مرحله از سالهای قبل که در بزکشی طرف خوبی میره یا طرف
پایین میره، به خاطر از اینکه هر سال ما میبینیم دوستا زیاد اشتراک میکنه، تیم‌ها زیاد اشتراک میکنه. بله طبعا دیگه هر سال بعضی معیارات تو نوآوری های خود داره. مثلا تیم‌های جوانا در اینجا اشتراک کرده، بعضی تیم‌های شرکت‌ها خوب سرمایه گذاری کرده. بسکشی کاری است که باید سرمایه گذاری کنی. دیگه ضمن داورای خارجی آورده شده، چاپ‌اندازهای خوب. و یکی از گپی جالبیش است که چاپ‌اندازهای خارجی ما امسال 6 چاپ‌انداز در 3 تیم مختلف چاپ‌اندازهای خارجی از کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان داریم. بسیار عالی. باز به نظر خودت که معلوم خود نیست که برنده شود که دیگه والا دیگه آل خگه مطابق گپی که فعلا جریان داره، سرپول اگه حاضر نشه یا موپترول برنده میشه و مقام سومی و چهارمی هم دیگه معلوم شود که بدخشی های ما به خیر میبره یا فاریابی های ما. باز جایزه برای دوستا بگی که ما چند تا موترار بخی موترای زریر دیدیم، موتورسیکل های لوکس دیدیم که دمی بدخشان اگه دوستا برنده شود دیگه مزه میده که دیگه. والا بله جوایز خاماده است، ولی در عموم زحمت خود رئیس صاحب بوده، سرور جلال که تاجرها را تشویق کرده و 3 اراده موتر تیم یما پترول، 1 دانه موتر ضد گلوله و 2 دانه موتر ساده و 3 اراده موتورسیکل داده و 1 دانه موتر ضد گلوله تیم سرپل آقای صاحب رازق سلطان زاده. یک موتر که صوبکی نوم دیدن که نو آمده بوده، یک موتر پاسو بوده، نمیفهم از کدام کسی بوده یا اون در جایزه. همین 2 دانه موتر، یکیش پاسو یکی سویفت دیگه آمده. ولی همین دقیقه برای ما پیش از لایف که بودیم زنگ آمد که کسی را به نام رئیس فیصل خراسانی میگه، یکی از تجارای بدخشان است که تیم بدخشان امسال بسیار خوب حمایت کرده. به نظر ما هم 1-2 دانه موتر میره که دوستان منتظر است آجی صاحباش احترام آجی صاحباش شب ان شاء الله. دوستا خوش بوده در کل لازمی امسال دیگه یا ناراض بوده کسایی میامد سیل میکرد یا چطور دیگه؟ والا دوستا در مجموع خوش بوده. ما زیادتر یک ذره گله را از خودی بدخشی های ما میشنویم ولی امسال در مجموع بدخشی های ما زیاد خوش هستن. کلی ولایت ما در مجموع گله را بخی امروز بانش روز اخیرش از روز گله بخی دیگه نه امروز روز خوشحالی است. کلی مردم افغانستان خوشحال شکر خدا. با عزت باشه. سلامت بخیر هستی. خدا کنه صحت داشته باشی. خدا کنه صحت داشته باشی. برای دوستا اگه کمی خودت معرفی کنی خوبتر میشه. ما قماندان نامزد ولایت بدخشان. بسیار عالی. تیم خود خیلی کتی تیم خود یک جای آمدید؟ ان شاء الله یک جا آمدیم ما دیگه بخیر ان شاء الله. چند روز بودی همینجا حاجی صاحب بزرگوار؟ 15 روز. 15 روز. برسید. چطور گذشت؟ خوب گذشت. هوای کابل سرد است یا هوای بدخشان دیگه؟ هوای بدخشان سرد است. سرد است. شما کتی هوای کابل بخی عادت کردید هیچ مشکل نداره؟ نه ان شاء الله هیچ مشکل نیست. عادت کردیم ما. مگه ما برای ما هوای کابل که سخت ما میشه که ما میگیم که ما ان شاء الله هوا خوب است. ان شاء الله هوا خوب است بخیر برابر است. خودتانم چپانداز زیاد میشه یا فقط من حیث کلان منطقه آمده؟ ما اسکار هستیم دیگه. اسدار هستیم. خب بسیار عالی. چند چند تا اسبا داری دیگه؟ 2 دانه اسب داریم. خب همین قیمتای اسبان شاید بلند و قیمت‌تر باشه. بلند $30,000 $35,000 $20,000 کم نیست. ما غریبان نمیرسن دیگه. خب مگم گپ شوق علاقه است یا ما این کار بیزنس گفته میتونیم؟ نه شوق مسابقه داریم ما. بیزنس گفته نمیتونه که کار تجارت بیزنس است، فقط شوق علاقه است. خب کدام ولایت ها باز بسیار کتی از روابط داره؟ یک خوب بدخشان است، پاریاب است، کدام دیگه ولایت ها؟ دیگه بدخشان است، پاریاب است، دیگه سرپول است، بغلان است. خود زمین مردم دیگه علاقه من دیگه زیادتر است. بسیار عالی. باز خودتان امروز روز اخیر است، با امید عزیز که کدام تیم برنده شود؟ ان شاء الله بدخشان برنده است ان شاء الله. ما هم دعا میکنیم دیگه. سلامت باشید. کسی که حاضر باشه ما طرف اونا می باشم. نه الله ما همیشه که یگا موتر خودتر بگیریم دیگه گل پاش کنیم طرف بدخشان بخیر بریم. ماشاءالله دیگه باز اگه برنده شوی یک میمانی و چیزی میگیری؟ مثلا میمانی میگیریم دیگه، پهلوانان دیگه عزت میکنیم دیگه. احترام پهلوان هستیم دیگه. جناب رئیس توی فهمایشان دیگه احترام میشناسیم. خب بسیار. خودتانم اسب یگان وقت میدوان؟ ها کم میدوانیم. خب یعنی دیگه این کار هر کس هم نیست دیگه. ما خود میترسیم، ما که چون عکس گرفتن زور از منتظر کردیم، زور است دیگه، پهلوانی هم زور است. در زحمت کار است. باشه که دوستان منتظر است. به نظر خودت امسال لیگ چطور بوده، چطور گذشت؟ امروز ان شاء الله امسال بسیار برابر است. ان شاء الله خوش هستیم، کلی مردم خوش است. با خیر با عزت باشید، سلامت باشید. دعا میکنه خدا کنه که شما ببره که اگه باز ما در میمانی شریک شوم دیگه. سلامت باشید. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بخیر آمدید. گل صبح شما را زحمت دادم، ما گفتم باشه گپای دل شما را بشنوم. در گل صبح خوش آمدید. کمند اسبا پیش 3 متری اسبا نیقارزی به اون اومدن اسبارام یک کم کوتاه جمع شدن تا هنوز پلونا جمع نشده. از آمدنتان از میمونتان در اینجا روی زمین قاق
ما خو انشالله در خدمت هستیم. تشکر. ملی خو نمی برای بزکشی بخی یک چینل دیگه جور کرده که یعنی به طور زنده همه روز تصویرتان نشر میشد. کسایی که از بدخشان آمده نبود یا نتانست اونو دیگه شما رو میدید دیگه هر روز. گپ خوب است. یک سال فکر میکنم که تلویزیون طلوع بود، بعد از 5 سال میشه که تلویزیون ملی ما را جا سپورت میکنه و پخش میکنه و حمایت میکنه. از تلویزیون ملی سپورت یک جان تشکر. سلامت باشید. دوستان شما را میشناسه از جمله دوستایی که چپاندازها خوش داره از پار دیگه یگان وقت سیلش میکنه در میدان. به بعضی دوستا که بیرون خارج از خوبتر است که خودتان نام خودت پرش بگوی. باز دیگه گپ میزنیم. ما حاجی پهلوان زبیر قیمی هستم، دیگه رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان. ولی فعلا مسئولیتم کمک طرف ما رخ میگیره. بخیر سلامت باشین. تا حق داشت که پهلوانا گزارش میدادن، پهلوانا من در جایی هستن جمع نشدن. ما وقت میم از خاطر میم که پیش از اینکه گزارش شروع شوه دوستا گفته که خودشان یک وقت بخیم تو چپاندازی فوق‌العاده عالیم در جا هستیم. بچه‌م هست، همین 12 پهلوان شاگردای خودم هست، همش خودم آوردیم. اولای خوب است. شما را افگار کرده نکرده؟ تفتیدیم، دستمون میده شده، سرمون کبیده. تو از اسواری به دست شکستن، به پای میده شدن، به افگار شدن نمی باشه. ما یک گپ شنیدیم گفت اسب کسی را که ما از دور میبینیم این کس افگار نمیکنه. این نمیفهم که براستی همونطور است یا افگارش میکنه. اسب دولت افگار نمیکنه که نفر پیاده بگریزه بیافته از روش تیر شود. وقتی آدم در 100 اسب رفتار داره، 80 90 رفتار داره، در وقت از اسب بیافته 100% افگار میشه. به افگار شدن نیست، پای میده میشه، دست میده میشه. حتی چندین پهلوانا ما دیدیم که کشته شدن. مشکل است. دو نیست که پهلوانا با خون خود بازی میکنه. ما سپاسگزاری میکنیم از پهلوانی که در جامعه خون خود میریزانه، اشک خود میریزانه، در تیمش، در آبروی عزت مردمش بازی میکنه، آبروی عزت مردمش هم میخره. و مردم بدخشان برای فعلا فرموده مولوی قاری با تایید میکنیم که برای کسایی هستند که برای فعلا نجار است، نجاری خدا قلف کرده، آمده شوی 2000 روپیه در کرای اتاق میده. کسایی هست که ما زرنج میگیم، نمیدونم شما چی میگیم، زرنج والا هستن، زرنج خدا استاد کرده، آمده در اینجا تیم بدخشان حمایت میکنن، تشویق میکنن. ما همیشه در جلسه های نمی ریاست میشینیم. امید جان هست، ما میگم ما 70% هستیم، دیگه ولایت ها 30% هست. نمی 70% بیننده نمی یکتوت برای فعلا مردمی بدخشان است. آجی صاحب گپ تنها بزکشی نیست، امی اتفاق و اتحاد شما را نشان میده. گپ بسیار کلان است. قاری صاحب سعی که خودشون از کجا آمده، مسئولیت سعی که دیگه دوستا را سعی که بیشتر یاد کرده که بعضی ها نجار از دکاندار از رخشوان از دیگه همشان که جمع شده آمده به تشویق تیم خود. گپ کلان است دیگه. برای اینمی افتخار بستان است دیگه. افتخار است. برای فعلا یک دکتر داریم به نام دکتر مختار، روزانه یک لایریفه شفاخانه‌اش درآمد داره. امروز 15 روز میشه که شفاخانه‌اش قلف کرده است. قدیم اومده نمیجا همیشه میاد. امروز غیر حاضر شد. اگر وقت می اومد پیش اسبامون قدیمون درجا بود. همچنان دکترای زیاد، انجینر صاحبا، کارمندای دولتی، رئیس صاحبا، همه مردمی بدخشان درجا قدیما هستند. ما بازم از مردم ملت بدخشان یک جان تشکر از دوی خرشان بازم ما را فراموش نکنن که گپ قاری به ما تایید میکنم. اگر تیم سریپول آماده است قطعی تیم یما پترول بینن که با پایینل هستن. چرا که ما ضعیفتر بودیم، قدیما سریپول گرفته، حال اینا نمی اجازه نمیده ریاست فدراسیون یا حاضر شوند قطعی سریپول چی قطعی یما پترول بازی کنن. اگر نکردن دیگه در آینده ای گپ تکرار نشوه، اینا مجازات شوه که تیمی قلمیار صاحب زما گاوری باید در بدخشان داده شود. چرا که بدخشان قطعی همه تیمای قوی زده تا مرحله آمده. ما قطعی حتی پریروز قطعی یما پترول قطعی نمی اسبایی که 50% خود 6-3 باختیم. برده باخت یک است. ما از مردم سریپول هم بسیار مردمای خوب است، مردمای با عزت است، مردمای اسب دارند، تاجرای زیاد دارند و برای فعلا خوب آمادگی گرفته آمدن. پهلوانای هر ولایت گرفتگی هستند، از خارج پهلوان دارند.
نباید شوق علاقه مردم بکشند، باید حاضر شوند در میدان بازی کنند. اینمی که کسایی که حاضر است و گپی حاضر است، کسایی که شاید او گپی نباشه که خیلی اعتراض باشه، امی اسبایشان شاید آمده نباشه، چپاندازایشان شاید آمده نباشه، او پیش از او گپ میمونم. فقط همکار ما فکر میکنه کدام سوال داره. کمال صاحب مهربانی. قلمیار صاحب بیا هم سلامونه. د موږ د بدخشان د ورونو خبرې واورېدلې، دوی د خپل ټیم په اړه باندې صفات یې وکړه او خدای وکړي چې په دغې لوبو کې ګټونکي هم اوسي او سرپول سره زه فکر کوم دغه لوبې به هم دلته په اصطلاح په خوښه وي، نه دا چې مثال موږ هغه مجبور کړو چې زموږ سره لوبه وکړي. په هر صورت هغه د دوی خپله مسله ده. زه پوښتنه دغه کوم قلمیار صاحب چې که راته ووایي د بدخشان د ټیم دغه آسونه یې لږ راوښایي موږ ته چې کوم آس یې قیمتي دی، کوم آس یې ډېر په اصطلاح په بوزکشۍ کې بریالی دی، که دغه آسونه له نږدې نه او که مثال کوم نسل نه دي، د افغانستان د نسل نه دي یا د کوم بل هېواد څخه راوړي دي، په دغه آس په تړاو که لږ معلومات موږ ته راکوئ. صحیح بر دوار سرگو آجی صاحب فقط یک چند تا اسپار اگر دوستا رو نشان بدی که از کدام جای آورده شده، کدامش خوبتر است، کدامش زیاد چی نامی خوب در منطقه داره. دوستا میگه که همین منتظر همون گپا هم هست. با نمیشه همین گیله رو بخی امروز یک تشکر خاص از ریاست فدراسیون تربیت بدنی، از ریاست فدراسیون بزکشی نیزه‌بازی حاجی صاحب سلوار جلال میکنیم که همچون برنامه را در جا گرفتن. از آقای سید کریم آقا تشکر میکنیم که اسپانسری میدان کردن. یکی از امنیت، از یکی از برادری، از یکی از قوت در مردم نشان میده. اگر امنیت نبود بازی هم نمیشه. فضل خدا از امارت اسلامی امنیت هم در وطن آورده. دیگر از رئیس سلوار جلال بسیار در این موقع زحمت کشیدن. از اونجا یک جان تشکر میکنم. کدام اسپار دوستا رو نشان میدید؟ از آقای صاحب تاج محمد است، اسب به نام جیران است. نمرای این اسب آقای صاحب تاج محمد است. یکی از اسبای خوب تاب ولسوالی ارگو مردم بدخشان است. دوستا گفته که نام مشخص هم داره دیگه؟ به نام جیران یاد میشه. نامای مشخص هم داره دیگه؟ داره. یکم تاج باز میگیم. اینش هم آجی نقیب سلام یاد میشه. طرق قشقز در به نام چی هست بچه اسب چیز نو طرق نه تخلص باختر یاد میشه. تخلص اون بخی داره؟ باختر یاد. به خدا شما برش اهمیت میتی اپرین که میگه اهمیت زر زرگر میدانه یعنی خب باشه که کمال صاحب نو دغه آسان دي حاجی صاحب دوستان طرق است. یکی از اینام الله میگن از ولسوالی درایم از ولایت بدخشان نو خریده. قلمیار صاحب که چیرې زما غږ اورې یوه پوښتنه کوم ښه غواړم مزاحمت کېږي چې دوی آسان ته څه ورکوي، د دوی خوراک څه دی او دوی د افغانستان کې دلته په اصطلاح روزل شوي دي که نه د بل هېواد نه یې راوړي دي؟ بر دوار سر سایز آجی صاحب همکاری ما یک سوال داره. میگه اسپار چی میتیم غذایی که میتی داخل کشور جور میشه تیار میشه دیگه یا از این نمی است به نام مسعود جان بارستانی است. بچه وکیل صاحب امان الدین از طرق است در جیگ بجیک فضل خان رقیبه که شکست داده ای اسب است. بسیار سوال نگرفتی همکاری ما گفته که حساب خوردنش میگه در اینجا باید اسبا جو میخورن، اسبا کا میخورن، رشقه به نام رشقه میخورن، سیب میتن، ناگ میتن، هر چی که خواسته باشه اسبا قسمی میخوره. میوه میته که دیگه میخوره اسبا تربوز هر چی در فصلش استفاده میکنه. باز کدام میوه‌جاتی که مربوط عصا میشه که او میخوره در منطقه تان چی پیدا میشه؟ همه چیز فضل خود در منطقه ما پیدا میشه. سیب در بدخشان سری 50 روپیه است. وای والا سیب پر اس میتی برای ما نورده حاجی صاحب نکو دیگه این کارا. خب بسیار عالی. نو کمال صاحب دغه هم سوال کوو او حاجی صاحب آسان راته معرفي کوي. بله قلمیار صاحب په دې بوزکشۍ کې فکر کوم د دوو آسانو پښې میده شوې یا ماته شوي دي. کله چې د آس پښه ماته شي بیا دوی بیرته استفاده کیږي که نه یا دغه پښه یې بیرته د ترمیم وړ ده او که نه؟ حاجی صاحب که
بسیر جان که بسیار اسب خودش نیوردم باعث هم قباقا جنگیز که اسب مرا نیوردیم. آجی صاحب یک همکار میگه که در امسال از 2 اسبا پایش اوگار شده میده شده اونو رو پس جور میشه نمیشه اگه جور میشه به سختی جور میشه یک اسب من پایش اوگار شد مرد اون چی کردیم یک اسب منم تکر کرد یک موتر سرش اوگار است که هنوز به خود نیامده اونجا خواب است یک اسب دیگه منم پایش لنگ شده که قربانی کلان میگم به خدا شما اسمانی پیره اوگار است 4 اسب دادا کمال صاحب ولات تر مرسته ډیر معلومات په بسکشي کې درلوده سرچ کال ورور مرسته 2 بار رالو بیا هم دونه معلومات نه و به نام طرق یاد میشوه اسب حاجی صاحب میرزابای از خود مرکز بسیار عالی بسیار قیمتای از چند می باشه به نظر اینم ما پرسو $15,000 خریده بودیم کمال صاحب داجی صاحب خبر خو اورینو بله بله قلمیار په صاحب بله $15,000 باندې دغه اسب رانیولای بله قلمیار صاحب ورته وای د نجیب پلوان اس په کومه یو ده پیدا کیږي د نجیب پلوان اس کوم یو ده اینا گفته که قلمیار زن صاحب میتیم بودم ما زن نمیگیریم نمی 5 سال خط میتیم 5 سال زن نمیگیریم اسب بخر باز نماز بخریم دا خبره به دې صحیح نه اوریدلې دغه نفر ته ویلو کورنۍ سي واده به درته وکوي واده نه کوم ما ته اسب واخلینو ولا دې ته ولا شاوق جالب چلیدو شاوق دی او قلمیار صاحب د نجیب پلوان اس کرته وکړي نجیب پلوان په بدخشان په ټیم کې وتلی چاپانداز یا پلوان د دغه اسب کوم یو دی پلوان رولا سور میشه اسب اکی خدای دادبایی که پشت سر ایستاده پایش اوگار لنگ شد بله نه دا اردنش هم تو دمی شد تیم 2 روز گرفته بود و روزی بعدش لنگ شد باشه یک پهلوان یاد کرده که نامش نجیب پلوان قلمیار صاحب اسب شکر هم اونجا نشون میتیم ولی اسب نوبت ازم میشه میراج از ولسوالی راغستان دیگه یکی از متنفذین مردم بدخشان است ماشاءالله به نام ستاره قشقه یاد میشه این بسیار اسب بزرگ مقبول در منتخب یگان وقت باز کاتبین خود رقابت میکنه هر لحظه ما بسکشی داریم واز اگه ببری باختی باز چی بین ولسوالی هست نه گفتم مگه ببری کدام میمانه کدام چیزی گوسفند جایزه قالین پیسه همه چیز به خدا کماندان صاحب حمزه هست نجیب جان مختار که همیش عریف شکست میده خطی از این اسب خوردن باشه اسبی با تلخی بدخشان به نام رسان یاد میشه خب ماشاءالله خیلی دیگه اینی بخی سرتیم از دیگه بله اسب خوبی ما نمیاد آجی صاحب نگاهش میکنه بله خیلی نگاه مسئولیت چه داره میتری اسب است عبدالله جان نام داره باز هر اسب یک نگاهبان داره هر اسب یک نگاهبان داره ما در جا 20 اسب آوردیم 20 نگهبان داریم والا ساعت اونا مگم تیر می باشه نه رئیس صحبت الله است پارسال $18,000 خودم از تاجیکستان خریدم خودم خرید میره $18,000 از تاجیکستان خریده والا مگم سرمایه رو که بدخشانی ها داره دیگه هیچ کس نداره با پیسه دار شکر زیاد داریم بله پیسه که از ما گوری هر از سالانه 4-5 روپیه خرج مصرف داره از یک فامیل که یک از زیاد مصرف داره اسکل خریدن نمیتونه شما دیگه اسب 14,000 ما خودم 20 سر جماعتیم یک سر آرد دمو میشه یک سر نه یک نیم سر اسب جو میخره مگم اینی فکر کو که هر روز که در خانه میمان باشه شما همیشه وقت میماندار هستی دیگه نه این مصارف کمال صاحب مهربانی واسه بله قلمیار صاحب بخنه غواړم تاسو ما ته مصروف یې پوښتنې خبرې کوي د مسولینو سره یوه پوښتنه مې دا کوله چې د نجیب چاپانداز بدخشان یو مشهور چاپانداز پلوان دی دغې اسب که موږ ته وښایي خپله نجیب سره که یو دوی خبرې وکړي ډېر به ښه واوسېږي مخکې کمال صاحب اس راته وشو و هغه د نجیب اسب نو نه پوهېږم چې تاسې لږ ځوانه ورې بیا مو خبرې وکړو نجیب از ولسوالی راغستان است از علاقه‌مندای ورزشی بسکشی یکی از خراباتای جوانای ما است که اسب بزرگ مقبول کاکه صاحب اسب نجیب که بیشتر نشان داری خونمو بوده نه خودشان آمده نه میآید نمی‌لرزد تا ما شما خط کنه که بیاید همکار ما برشان علاقه‌مند از اوست که میگه پهلوان نجیب بیاید دیگه نجیب سوال میشود یا به نام اسب عزیزبای از ولسوالی ارگو از ولایت بدخشان برای پهلوان نجیب چرا 2-3 تا مشخص است یا چرا او پهلوان نجیب پهلوان تابه
اون بازار کس باز اسب میته مشکل نداره دیگه. خب بسیار عالی بسیار عالی. خب ماشاءالله ماشاءالله. فقط حاجی صاحب گپای ما و شما به خیر خلاص میشه. فقط اینی برای ما بگو که از چند شروع قیمت پایینش چند است و قیمت خب بیارش بانش دیگه حاجی صاحب. انشالله خدا پیزی میکنم دیگه. این هم از محمود بای الوسولی ارگو نو خریده 26000 دلار این خریده. این همی 26000 دلار بایزر نم حساب کرده دادی دای تیم آورده. کجا آورده باشه؟ قرقیزستان حاجی صاحب مولایدر معاون فدراسیون بزکشی آورد. خدا که شما بخی دیگه نمیشه از ما دیگه خدا پیزی میکنم حاجی صاحب. حاجی صاحب مولایدر که از قرقیزستان آورده. بیا زود می برنامه خلاص. خب حاجی صاحب برام ازت دادم معرفی شدن اسبار. حاجی صاحب تیمیربای یک مسافر مون که دمی اسود داد. قلمیار صاحب محترم زمونږ وخت کم دی نو د خپل گزارش هم ډیره مننه. حاجی صاحب وخت خلاص شده. خب امور قلمیار صاحب هغه سره وخه مشکل نشته خیره. یو 2 دقیقه وقت لرو کوای چې هغه سره ته معرفي میشه دیگه. حاجی صاحب همکار ما صدا میکنه که نمی اسم مدیر کیست؟ مدیر صاحب نظر محمد. هم نو خریده این 16000 دلار اینم خریده. دیگه خدافظی میکنه حاجی صاحب میجد. نمیتونم یک اسم مونده خدافظی نمیکنم. کمال صاحب نن د بدخشانیانو لاس تلویدل یم. په زور تر لاس نیولی یم یو اس راته ښیي نو مشکل نشته خیره د اوس د معرفي کړ ته چې د ده د زړه بړاس وخیږي ښه کدامش مانده بود حاجی صاحب که زودتر او را بچه کوکام است یه اس مونده دیگه بخی تمام است دیگه نو وقت است. این هم کماندان صاحب چی از ولسوالی راغ است. اسب خوب است. سلامت دیگه جور و سلامت باشه. فقط اینمی گپی اخیر میگم که انشالله خوش بودیم سالم شما که در اشتراک کردی دوستان انشالله کلگی خوش است. بازم دعا میکنه خدا کنه که تیم حق برنده شود. کسی که حقدار باشه خدا کنه اون تیم برنده شود. یک کلمه گپ برای دوستان اگر بگوی خوبتر میشه که نرخ پایین اسب چند است و نرخ آخرش که بخی دیگه نرخ پایین اسب در لیگ بازی کنه 10000 دلار است بالاش 50000 دلار. ماشاءالله دیگه جور سلامت باشه. تشکر از شما. سلامت میگم که خدا کنه نکنه که خداوند وطن نمیتو اتفاق احتیاط امنیت صلح ثبات بیاره. با عزت باشه. تشکر از کمال صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مو راکې دوی سره زموږ خبرې وسوې بیا هم دعا هغه کوو چې زیاتره د یو ټیم د پاره دعا نه موږ وایو چې خدای دې هغه ټیم ګټونکی کړي هغه سي حقدار ټیم اوسیږي او دا د بزکشي په اړه باندې نن ډېرې خبرې مو وسولې خاص د بدخشان ټیم سره موږ خبرې وکړې چې وی ویل چې له 100,000 ډالرو انتر 500,000 ډالرو قیمتونه لري. نو مننه چې وخت مو راکې دا د بزکشي وروستی راپور چې تاسو ته وړاندې سو. قلمیار صاحب له تاسو څخه ډېره مننه. ډېر ښکلی په زړه پورې گزارش و. بېلابېل آسونه مو وپېژندل او ومو لیدل قیمتونه مو نه خبر شو. له تاسو څخه ډېره مننه. په چارو کې درته بریا وغواړو.